سلام. عبدالله به رئیس جمهور غنی گزارش سفرش به پاکستان را تقدیم کرد. ارگ میگوید رئیس جمهور کشور و رئیس شورای عالی مصالح ملی در مورد اقدامات بعدی پروسه صلحی صحبت کردند. 533 فرد ملکی در جریان 6 ماه گذشته در قتل‌های هدفمند کشته شدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است خشونت در کشور رو به افزایش است. حمدالله ارباب از یک انفجار جان سالم به در برد. مقامات گفتند در نتیجه حمله بالای موتر حامل حمدالله ارباب، کمیشنر کمیسیون دسترسی به اطلاعات در شهر کابل به شمول راننده‌اش 2 تن زخم برداشته است. پروازهای آزمایشی شرکت هوایی باختر افغان آغاز شد. اداره هوانوردی ملکی میگوید اولین پرواز این شرکت از کابل به کندهار انجام شد و به زودی پروازهای دائمی‌اش نیز آغاز خواهد شد. و حرم مکه برای زائرین عمره باز شد. مقامات سعودی گفتند اکنون روزانه به 6000 نفر اجازه عمره داده می شود و با گذشت چند هفته شمار زائرین افزایش خواهد یافت.